در پی یک زن و زنی بین زادگان چچنستان و تاجیکستان در نوای مسکو بیش از 10 نفر دستگیر شدند. این زن و زنی هنوز روز 16 ماه سال 2023 رخ داده است، ولی درباره آن تنها روز 21 ایون در پی خود را به پلیس تسلیم کردن یک زاده چچنستان تلگرام کانال بازا با نشر یک ویدیو خبر داد. بنا به اطلاع کانال بازا، روز 16 ماه یک گروه زادگان چچنستان در شهرک دسنا ماشین خود را در نزد نقطه ماشینشویی منع کردند. کارمندان این نقطه که زادگان تاجیکستان بودند از چچنیا خواستند که ماشین خود را در یگان جای دیگر بگذارند و پیش دکان آنها را بند نکنند. در همین زمینه بین آنها بحث برخاسته به زن و زنی پیچیده است. خود زن و زنی طوری در ویدیو دیده می شود دیر دوام نکرده است و لکه بعد 1 دقیقه همه پراکنده می شوند. ولی چچنها که در اول با تاجیک‌ها وارد جنگ تن به تن شده بودند خیلی زود دست به کرد و تفنگ بردند و در نتیجه 3 جوان تاجیک را با زخم‌های کرد و تفنگچه در بیمارستان بستری کردند. پلیس زود همان روز باعث گرم چند گمان برشونده را در یک دکان بنزین فروشی در نوای مسکو دستگیر کرد. 3 گمان برشونده دیگر یک روز بعد به دست افتادند و اخیراً یکی از آخرین اشتراکچی زن و زنی خودش به پلیس آمده است. بعد خبر داد که زاده چچنستان دگ لایف که 27 سال دارد در جریان آن زن و زنی یک تاجیک را با کرد زخمی کرده بعد آن حادثه به چچنستان فرار کرده بود، ولی او اخیراً خودش را به پلیس سپرده است. به ضد دگ لایف با اتهام افباشی و قصداً رسانیدن آسیب وزن به سلامتی پرونده جنایتی گشودند. به او چند سال زندان تهدید میکند. درباره وضع سلامتی تاجیک‌های زخمی شده و شخصیت آنها در خبر کانال بازا یگان معلومات داده نشده است. موردهای افزاینده زن و زنی‌ها با اشتراک مهاجران مایه نگرانی جدی مقامات روسیه شده است. ماه اوگوست سال 2021 در پی یک سلسله زن و زنی‌ها در منطقه های گوناگون روسیه وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دخالانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زن و زنی‌ها بهرمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حق عبور مرز روسیه محروم می‌کند.